سلام دوستان، من عرفان ایکس ری ام. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با روش های مختلف تانل و کلا تحقیق کردن و اینجور چیزا تونستم بهترین روش ممکن رو براتون پیدا کنم که با اسکریپت رد انجام میشه. حالا من دارم از رد موزیک سال استفاده میکنم چون کار کردن باش خیلی راحت است میکنم برای همه. شما از رد های دیگه هم میتونید استفاده کنید، مهم هسته رد هستش. و چیزی که وجود داره اینه که خب من از دیروز تقریبا هم اسکریپت خودم و اف آر پالس و هم بک هال پریمیوم و هم بک هال عادی رو همه اینا رو انداخته بودم روی تست و آزمایش روی چند تا سرور مختلف و متوجه شدم که توی هم بک هال توی هم اف آر پی مشکل پکت لاس و کلا فرگمنشن یا از دست رفتن پکت ها. مثلا شما 2 دقیقه کانفیگتون وصله، بعد چند ثانیه یه لگ خیلی بدی میگیره، بعد باید قطع کنید دوباره وصل کنید، یا مثلا نوسان پینگتون خیلی بالا یا سرعتتون اومده زیر چند مگابیت و در کل غیر قابل استفاده شده. و با رد هول میتونم بگم که مشکلتون کاملا حل میشه. و توی این تایمی که من دارم ویدیو رو میگیرم، باز تاکید میکنم توی این زمانی که داره این ویدیو ریکورد میشه، این روش از همه روشا بهتر جواب میده و شما میتونید بالاترین سرعت ممکن رو باهاش بگیرید. هرچند که حتی این روش هم روی یه سری از سرورهای ایران کار نمیکنه. مثلا من رو آسیاتک نتونستم باش تونل بزنم، روی شاتل تونستم، روی رسپینا تونستم، روی ابر آروان تونستم، ولی روی بعضی از دیتا سنترها شما نمیتونید تونل بزنید. و حالا کلا این آموزش رو دارم براتون میگیرم که بتونید به شکل اصولی و به درست ترین شکل ممکن رد هول رو روی سرور ایران و خارجتون نصب کنید و تونل بزنید. و نکته‌ای که وجود داره توی این ویدیو، ما روی سرور ایران میخوایم بچه‌ها رد هول رو به شکل آفلاین نصب کنیم، دیگه نیاز به گیت هاب و اینجور چیزها نداشته باشید اصلا. و برای این کار قبل از هر چیزی من یه دونه پنل صنایع نصب کردم روی سرور خارجم. همونطوری که میبینید 2 تا کانفیگ روشه، یکیش با پورت 2070 ریالیتیه، یکیش هم تی سی پی معمولیه با پورت 2080. ما اینا رو میخوایم تونل بزنیم و اینم آی پی سرور خارجمون هستش که فکر میکنم آلمان باشه. مرتضی عزیز زحمت کشیده این سرور رو برای من فرستاده که توی این آموزش ازش استفاده بکنم. قبل از هر چیزی بچه ها، این برنامه موبایل اکسترمه، حتما توی این آموزش باید از موبایل اکسترم استفاده کنید، چون همزمان که شما SSH میزنید دسترسی FTP هم دارید، میتونید فایل آپلود کنید روی سرور. پس موبایل اکسترم پروفشنال رو میتونید از صاف 98 یا سایت های دیگه ایرانی خیلی راحت بچه ها دانلودش بکنید و نصبش بکنید و خیلی راحت کار کردن باشه. اینجا کلیک راست بکنید، نیو سشن رو که بزنید، SSH رو بزنید، اینجا میتونید آی پی سرور، اینجا میتونید یوزر سرورتون که روت هستش معمولا رو و پورتش رو وارد بکنید و کانکت بشید. که من اینجا سرورهام رو از قبل اضافه کردم. من سرور ایرانمون رو باز میکنم که اول سرور ایرانمون رو کانفیگ کنیم با هم دیگه. خب سرور ایرانمون میاد بالا و قبل از هر چیزی که بخواین تست بکنید، بهتره که یعنی شده حتی سرور ایران به خارج پینگ نده کار بکنه، ولی قبل از هر چیزی بهتره که یه چک بکنید ببینید از سرور ایرانتون میتونید به سرور خارجتون پینگ بزنید یا نه. من الان یه پینگ فیکس و خوبو دارم و این میتونه نشون دهنده این باشه که من میتونم یه تانل فوق العاده با کیفیت برقرار کنم. ولی بازم میگم تضمین کننده این نیستش که این تانل یه تانل 100% باشه. اینم خدمتتون بگم. و بریم واسه نصب کردن رد هول روی سرور ایران. ببینید یه فولدر بچه ها، فایلز رد هول، من اینو زیپ میکنم براتون قرار میدم روی کانال تلگرام که شما همتون بتونید دانلودش بکنید. این حالا به ما کمک میکنه که ما بتونیم اسکریپت رد هول رو به شکل آفلاین بدون نیاز به گیت هاب دانلود و اجراش بکنیم. برای این کار بچه ها توی همین سمت چپ اینجا میتونید فایل منیجر سرورتون رو ببینید.
الان اگر دقت کنید روی اسلش روته. توی همین روت سرورتون اگر اینجا چیزی جز روت بود وارد روت بشید، یعنی اینجا بنویسید اسلش روت که حتما توی روتتون باشید. اینجا بچه ها دو تا چیز رو ما لازم داریم. یکی فولدر رد هول کور، اینجوری با کلیک میگیرید میارید خیلی ساده میندازید اینجا. حالا راه دیگه ای هم داره، میتونید کلیک راست کنید آپلود بکنید، ولی حالا من با این روش دارم آپلود میکنم. این رد هول کوره که آپلود شد، برید توش هم یه فایلی توشه به اسم رد هول که حدود 4 مگ حجمشه. یه بک میزنیم دوباره توی همین روته. ما باید redhole.sh، حالا من یه دور اینجا نصبش کرده بودم، پاکش بکنم. شما فکر کنید که اصلا نداریدش. به این شکل دوباره redhole.sh هم میاید اینجا پیست میکنید، ثبت میکنیم آپلود انجام شد. پس ما باید یه redhole.sh توی خود روت داشته باشیم، یه فولدر redhole core هم باید داشته باشیم که توش یه فایلی باشه به اسم redhole. این تمامه. حالا باید چیکار کنیم؟ یه فایلی براتون گذاشتم دستورات، 3 تا کامند توشه. کامند اول پرمیژن اجرایی شدن فایل اجرایی redhole رو در واقع به سیستم عامل میده. کامند دوم فایل اسکریپت که .sh هستش رو پرمیژنش رو میده و کامند سوم هم اجراش میکنه. توی موبایل اکسترم شما میتونید 3 تا کامند رو همزمان با هم دیگه بزنید. به چه شکل؟ اینا رو این شکلی کپی میکنیم، میایید اینجا با دکمه وسط موس اینا رو میایید پیست میکنید. هم این شکلی بچه ها میتونید انجام بدید، 3 تاش پشت سر هم اجرا میشه. حالا من اینتر بزنم اجرا میشه. هم میتونید بیاید دونه دونه انجامش بدید، یعنی بیاید کامند به کامند، 3 تا کامند کلا دیگه. خیلی من سعی میکنم یه جور توضیح بدم که همه دوستان، حتی دوستانی که خیلی متوجه نیستن هم بتونن راحت یاد بگیرن. و در کل با این روش اجرا میکنید. یه ذره ممکنه بچه ها اینجا تا اسکریپت بیاد بالا به نسبت میرورتون طول بکشه بیاد بالا، ولی یه ذره اگر صبر بکنید ممکنه دفعه اول 2-3 دقیقه، حالا دیتا سنتر با دیتا سنتر فرق میکنه، تا یه سری پیش‌نیاز داره از خود میرور نصب بکنه اجرا بشه. و وقتی که اجرا میشه بچه ها ما فقط با یه گزینه کار داریم. گزینه یک Configure a new tunnel، یه تانل جدید بساز و Configure for Iran Server. گزینه یک رو میزنیم، میگه که IPv6 رو میخوای فعال کنی. خب میگیم نه، چون IPv6 توی کشور غیر فعال. میگه پورت تانلت چی باشه، منو ببندم. میگیم پورت تانل 2020 باشه. میتونید بچه اطلاعاتی که اینجا دارید مینویسید و روی کاغذی، روی نوتی چیزی بنویسید که توی سرور خارجتون هم همه اینا رو باید بزنید. و اینجا خیلی مهمه، این TCP نو دیلی حتما باید روی فالس باشه. چرا؟ TCP نو دیلی میاد لتنسی رو میاره پایینتر برای مواقعی که کیفیت اینترنت خوبه ولی سرعت کلی کمتر میشه. برای گیمینگ و اینجور چیزا استفاده میشه. ولی الان تو شرایطی که ما هستیم، چون پکت لاس روی سرور داخلیمون خیلی زیاده، حتما اینو فالس بذارید. هارت بیت رو هم بچه ها حتما فالس بذارید و تایپش رو میذاریم روی TCP چون کانفیگمون ویتوره و از TCP استفاده میکنه. میگه که یه سکیوریتی توکن به من بده، یه پسورد به من بده. من میذارم عرفان ایکس ری، ولی شما هر چیزی که امنه و خودتون میتونید به یاد بسپریدش اون رو بذارید اینجا. و حالا میگه که پورت تانل هاتو به من بده. من اینجا 2 تا پورت دارم، 2070 و 2080. شما اگر تعداد بیشتر از 2 تا کانفیگ دارید، مثلا 3 تا پورت رو این شکلی با کاما بچه‌ها کاما میزنید، مثلا پورت بعدی کاما، پورت بعدی، به این شکل میاید وارد میکنید. ما همین 2 تا پورت رو میخوایم. اینجا اینتر میزنید. اگر همه چی اوکی باشه اینجا براتون سبز میشه. اینجا میگه ایران سرویس اینیبل شده و پیغام ساکسسفول رو دریافت میکنید. تمام. این الان در واقع کانفیگ شدن روی سرور ایرانمون بودش. حالا میریم روی سرور خارج. سرور خارج ما آلمان هستش. من یک کلیک میکنم روش تا بیاد بالا. خب این سرور خارج ما. برای سرور خارج دیگه بچه‌ها دسترسی داره به گیتاب، شما نیاز نیستش که برید آفلاین بریزیدش. شما میایید اینجا نوشته ورژن 2. حتما اسکریپت ورژن 2 رو بچه‌ها نصب کنید. اسکریپت ورژن 1 رو نصب نکنید، اینا به هم دیگه کانکت نمیشن، چون فایلی هم که من براتون گذاشتم روی سرور ایران زدید همین ورژن 2. اینو میایم کپی میکنیم بچه‌ها، اینجا میایم پیست میکنیم تو سرور خارجمون، میاد بالا.
و گزینه 1 رو میزنیم. این سری گزینه 2 رو میزنیم چون سرور خارجه. میگه آی پی سرور ایرانتو به من بده. خب من با آی پی شاتلمو بدم. آی پی شاتلمو بچه‌ها من از اینجا بردارمش، ادیت میزنم، این آی پی سرور ایران من هستش. این سرور ایران آی پیشو بهش میدم و میگه که پورت تانل رو بده. پورت تانل میام اینجا گذاشتیم 20 پس توی سرور خارج هم میزنیم 20 به این شکل. حالا میگه که نو دیلی. خب همونجوری که عین اونور این فالس، هارت رو هم فالس میکنیم. ترانسپورت تایپ رو روی TCP میذاریم. سکیوریتی توکن میذاریم روی ایرفان ایکس ری. من این برم چک بکنم. بله درسته. و دوباره باید بچه پورت کانفیگ ها رو وارد کنیم 2070 و 2080 و تمام. اینجا هم همه چی اگر اوکی باشه این شکلی سبز میشه. حالا الان تانل ما انجام شده. من آی پی سرور ایرانم رو کپی کنم. میریم توی صنایع بچه ها که این کانفیگ ها رو ببینیم کار میکنن یا نه. قبل از هر چیزی من کانفیگ رو یه ادیت بزنم. ببینید این کانفیگ الان اگر ما کپیش بکنیم اتومات روی در واقع آی پی سرور خارجمونه. من میام یه اکسترنال پروکسی درست میکنم، سرور ایرانم رو بهش میدم، آپدیتش میکنم. کانفیگ دوم رو هم میام اینجا بهش اکسترنال پروکسی و سرور ایرانم رو بهش میدم. بچه این کانفیگ هم چیز خاصی نیستن، ویلس تی سی پی ریالیتیه. این هم ویلس تی سی پی. شما خیلی راحت، من دیفالتی داره ساختم، دست بهش تنظیمی نزدم. کانفیگ خیلی اهمیتی نداره، فقط تی سی پی باشه. حتی وب سوکت هم میتونه باشه توی تونل، فرقی نمیکنه. و اینجا میایم کپی میکنیم بچه ها. این کانفیگ ما هستش، برش میداریم میایم توی برنامه هیدیفای. من کانفیگ قبلی رو دیست میکنم، کنترل وی میزنم، این کانفیگ جدید که آخرش 58 هستش اضافه شد. حالا اینو کانکت میکنیم. بله داره به ما پینگ میده. یه اسپید تست هم براتون بگیرم که خودتون ببینید سرعتش رو. پینگ فوق‌العاده 102 و یه مقداری البته سرعت اینترنت هم در حال حاضر محدود شده توی این ساعتی که دارم این ویدیو رو میگیرم، ولی داره کار میکنه بچه ها بدون مشکل. اینم پینگش. و کانفیگ دوم رو هم بریم با هم دیگه تست بکنیم. اینم کانفیگ دوم که TCP معمولیه. اینم کانکت. بله اینم داره به اون پینگ میده. یوتیوب رو هم باز بکنیم. خب همونطوری که میبینید داره کار میکنه بدون مشکل و تمام به همین راحتی. حالا چیزی که وجود داره، کارهایی که میتونید برای بهتر شدنش انجام بدید. من یه بار روی دوتا سرور دوباره مجدد بهشون کانکت بشم. خب این سرور شاتلمون هستش. دوباره بچه ها با اسلش روت اسلش رد هول، با این دستور بچه ها میتونید شما در واقع همیشه اسکریپت رد هول رو اجرا بکنید. میزنم تا اجرا بشه. خب بچه چیزی که هست با گزینه 2 تانل منیجمنت منو، اینجا اگر گزینه 2 رو بزنیم و گزینه 1 رو بزنیم سرورمون رو انتخاب کنیم چند تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه اگه بخواید دیلیتش کنید از اینجا میتونید ریمووش کنید. با گزینه 3 میتونید پورتای جدید بهش اضافه کنید. گزینه 4 بچه کرون جاب بهش اضافه میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگید مثلا هر 2 ساعت یک بار، هر 1 ساعت یک بار یه ریست بکنین سرویسو. این باعث میشه که اگر یه موقع لگی چیزی بگیره، یه موقع اختلالی توش بیفته، با یه ریست کردن ساده به صورت اتومات مشکلش حل بشه. من اینو بچه‌ها میذارم روی 3 روی هر 2 ساعت و اینتر میزنم. توی سرور خارجم دوباره به همین شکل دستور رد هول رو میزنیم، گزینه 2 رو میزنیم، گزینه 1 رو میزنیم. اینجا هم بچه‌ها گزینه 4 رو که بزنید دوباره گزینه 3 هر 2 ساعت یک بار به این شکل که تمام روی سرور خارج و ایرانمون انجام شد. و در کل دیگه فکر نمی کنم چیز خاص دیگه مونده باشه واسه
این آموزش میگم هم لینک اسکریپت رتهولو هم این فولدر رو براتون قرار میدم. فقط نکته‌ای که وجود داره این دستورات دوتای اول فقط برای دفعه اوله. دفعه های بعد روی سرورتون با این دستور میتونید اسکریپت رتهول رو اجرا بکنید. و باز هم میگم بچه ها ممکنه رتهول روی همه سرورها عالی جواب نده، ولی توی تستایی که من گرفتم از بک هال و اف آر پی خیلی 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 بهتر بوده. و اینکه در کل آرزو میکنم که همیشه حالتون خوب باشه و زودتر از این شرایط افتضاحی که توش قرار داریم، هم برای کشورمون هم برای وضعیتی که حالا اینترنت و اینجور چیزها توش هست، امیدوارم که سریعا روزی بیاد که اینترنتمون آزاد باشه و بتونیم بدون مشکل و بدون کلا تانل و هیچ چیز دیگه‌ای به اینترنت متصل بشیم. امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره، بتونید باش مشکلاتتون رو حل بکنید و هر سوالی که داشتید توی کامنت های یوتیوب از من بپرسید. بچه ها دیگه نمیخوام قول بدم بگم حتما جواب میدم، وقت کنم حتما جواب میدم کامنت ها رو. و اینکه توی کانال تلگرام هم باشید، هر ویدیو جدید، روش جدید، اتفاق جدید اونجا اطلاع رسانی میکنم براتون. و اینکه دیگه فکر نمیکنم چیز دیگه ای باشه. خدا نگهدار.